علت اصلی بواسیر یا هموروئید از خشکی سودای سرد و خشکیه که در واقع قسمت رکتوم روده یا انتهای روده به وجود اومده و این خشکی که از یبوست‌های مکرر یا کهنه روده به وجود میاد و به اون ناحیه میرسه، در واقع بواسیر یا هموروئید رو به وجود میاره که به خاطر فشارهای زیادی که هنگام دفع روی فرد بیمار وارد میشه و باعث خونریزی و یا حتی خارش، سوزش و درد در ناحیه مقعد به وجود میاد. حالا یک در واقع رگ‌های خونی که انتهای رکتوم یا همون بالای قسمت مقعد قرار دارن، این رگ‌های بواسیری به خاطر فشارهای زیادی که از یبوست‌های کهنه به وجود اومده و وقتی که مدفوع با فشار دفع میشه، این رگ‌های بواسیری متورم میشن و در واقع خونریزی به وجود میاد. خیلی از افراد تشریف میبرن دکتر که با یه سری پمادهای هموروئید یا حتی با جراحی یا لیزر حالا درمانهای مقطعی صورت میگیره و دوباره بازگشت داره این بیماری. شما اگر دنبال درمان قطعی و ریشه‌ای هستین، حتما به لینک های داخل چنل مراجعه کنین و جزو هزاران نفر بیماری که درمان قطعی و ریشه‌ای شدن شما هم این دوره رو انجام بدین و در کنارتون هستم تا لحظه درمان.